سلام، من محمد هستم از کانال یوتیوب تالز آف بوک، یعنی داستان کتاب ها. من شروع کردم به کتاب خوندم و گفتم واو چقدر جذاب هستش و چقدر حیف که مردم اون رو نمیخونن. پس تصمیم گرفتم که یک چنل یوتیوب بزنم و خلاصه کتاب ها رو در آن ریکورد کنم و اولین ویدیویی که میخوام در آن ریکورد کنم داستان کتاب پنیر هستش که در مورد تغییر کردن و تغییر عقاید و ارزش ها و افکار هستش. پس اگه شما هم دوست دارید که کتاب بخونید ولی تا الان شروع به کتاب خوندن نکردید، چنل ما رو دنبال کنید که قراره کلی از کتاب ها رو با هم دیگه بخونیم. پس ما فردا با شما خواهیم بود با خلاصه کتاب پنیر که براتون آپلود خواهم کرد و یادتون نره که چنل ما رو سابسکرایب کنید تا براتون نشون داده بشه.